ساخت هوش مصنوعی واقعا به این معنیه که ما در حال توسعه ابزارهای طراحی هوش مصنوعی بسیاری هستیم که میتونن به طور مستقل به ما در طراحی یک مدل هوش مصنوعی کمک کنه. این شامل همه چیز از ایجاد داده تا استقرار مدل آزمایشه. میتونید از این ابزارهای هوش مصنوعی برای کمک به ایجاد طرحی برای این مدل استفاده کنید. این فناوری یک پیشرفت بزرگه، چون اولین باره که یک خط کاملا خودکار ایجاد میکنیم که به ما این امکان رو میده بدون دخالت انسان در این فرایند طراحی و مدل سازی کنیم. در گذشته مردم در مورد این روی پردازی میکردن و تکه‌ای از این فناوری رو خلق میکردن، اما الان ما همه چیز رو با هم ترکیب کردیم و حتی چند قدم جلوتر برای طراحی یک سیستم کاملا خودکار نوآوری کردیم. ما اساساً از مدل‌های اساسی که GPT رو تشکیل میدن برای توسعه ابزار استفاده میکنیم. ما از این ابزارها برای تولید خودکار مدل‌های فشرده و کارآمد برای دستگاهی استفاده میکنیم که اونها رو AI ویل میگیم. در مقایسه با هوش انسان، مدل‌های بزرگ مثل GPT و مدل‌هایی که روی ابر یا کلاود اجرا میشن، این مسیر کوچیکیه که اونها در اون قرار دارن. خب ما در حال کار بر روی وظایف واقعا ویژه و ارائه راه‌حل‌های بسیار کم هزینه در هر گوشی از جهان هستیم. بنابراین ما در آینده نزدیک با چت‌بات‌ها رقابت نمی‌کنیم، بلکه در حال پیشرفت در زمینه‌ای هستیم که در اون فعال هستیم. ما اون رو در زندگی روزمره ادغام می‌کنیم تا ایمن‌تر و هوشمندتر کنیم. ما در مورد بهبود مدل‌ها صحبت می‌کنیم و در حال حاضر جامعه ما توانایی مدل‌ها رو برای بهبود خود یا ساخت مدل‌های بهتر یا بزرگتر ایجاد نکرده. این نشون میده که مدل‌های هوش مصنوعی میتونن خود بهبود بشن. ما از مدل‌های بزرگ برای ساخت مدل‌های کوچکتر استفاده می‌کنیم، مانند کمک برادر بزرگ به برادر کوچک. این اولین قدم به سوی وظیفه بزرگتر خودتکاملی هوش مصنوعیه. اگه به چت جی پی تی و این ماشین یادگیری کوچیک فکر کنیم، اونها در دو نقطه افراطی از طیف هوش قرار دارن. مدل‌های بزرگ حجیم هستند و در فضای ابری یعنی کلاود زندگی می‌کنند، در حالی که از طرف دیگه ما کوچکترین مدل‌هایی رو می‌سازیم که روی دستگاه‌ها زندگی می‌کنند. مدل‌های بزرگ برای پرسجوهای عمومی بهتر هستند، در حالی که مدل‌های کوچکتر کارآمدتر هستند. یافته شگفت انگیز اینه که اساساً می‌تونید از بزرگترین مدل برای کمک به طراحی خودکار مدل‌های کوچکتر استفاده کنید. بنابراین در آینده ما معتقدیم که حداقل بزرگ و کوچک با هم همکاری خواهند کرد تا یک اکوسیستم هوشمند کامل بسازند.